دستاوردهای وزارت دفاع ملی سال 1445 هجری قمری قرار شرح ذیل می باشد. فعالیت‌های اپراسیونی، پلانگذاری و اجرای عملیات‌های قاطع و تصفیوی، همچنین سایر فعالیت‌های عملیاتی توسط پرسنل قطاعات و جزوتنامه‌های اردوی اسلامی ملی افغانستان در 7 زون کشور باعث تأمین امنیت، بازبودن شاهراه‌های مواصلاتی، حفظ ثبات و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد اقتصادی کشور شده است. پلانگذاری 8,13,352 فعالیت اپراسیونی شامل امنیتی، گزمه، چک پوینت، تلاشی، عملیات تصفیوی و وظایف اکمالاتی توسط پرسنل قطاعات و جزوتنامه‌های اردوی اسلامی ملی در زون‌های هفتگانه کشور. دستاوردهای اپراسیونی: کشف و ضبط 386 اعراض و وسایط مختلف النوع، کشف و ضبط 588 مل اسلحه خفیفه و 60 مل اسلحه ثقیله، خنثی‌سازی 1383 حلقه ماین، کشف و ضبط 44 پایه مخابره و 40 قاب دوربین، کشف و ضبط 1982 اعراض موتورسیکل و 1515 کیلوگرم مواد منفجره و به تعداد 239 قبضه بم دستی و مقدار زیاد مهمات خفیفه و ثقیله که طی سال گذشته نیز کشف و به دست نیروهای اردوی اسلامی ملی آمده است. در بخش سرحدات، افغانستان از طریق 20 ولایت و 90 ولسوالی با 6 کشور همسایه از جمله ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و چین هممرز و با خط فرضی دیولند متصل می باشد. به منظور پیشگیری و واکنش در برابر چالش‌های امنیتی حدود 67 کندک در 38 کمپ و 108 بیز و 1067 پوسته در ساحات مورد نظر با امکانات، وسایل و تجهیزات لازم تعبیه گردیدند. برای دفاع و سطر سرحدات، جلوگیری از تهدیدات و اکمالات به موقع در امتداد سرحد و خط فرضی دیورند، به ادامه احداث سرک‌های مواصلاتی به پوسته‌ها و تهانه‌های سرحدی طی سال 1445 هجری قمری 990.165 کیلومتر سرک جدید ساخته شده و 134.73 کیلومتر سرک نیز ترمیم گردیده است. در این مدت 13 مرکز هماهنگی با کشورهای همسایه از جمله ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و چین ایجاد شده است که در حال حاضر 5 مرکز فعال می باشد و کار بر روی فعالسازی مراکز باقی مانده جریان دارد. در سال گذشته به تعداد 358 پوسته سرحدی در محلات مختلف تثبیت و کار بالای اعمار پوسته های مذکور جریان دارد. علاوه بر این، مسوده مکانیزم تطبیقی قوت‌های سرحدی با 5 کشور همسایه به استثنای پاکستان تدوین گردیده است. همچنین کورس‌های فوق‌العاده برای پرسنل لیواهای سرحدی برگزار گردیده و در طول سال 1445 هجری قمری سمینارهای آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت قوت‌های سرحدی نیز تدویر یافته است. بخش قوای هوایی، طی سال 1445 هجری قمری تعداد 4218 پرواز وظیفوی و تعلیمی توسط طیارات و هلیکوپترهای قماندانی عمومی قوای هوایی و مدافعه هوایی صورت گرفته است که در این پروازها تعداد 23348 نفر مسافر شامل مقامات حکومتی، هیئت‌های بخش‌های امنیتی و پرسنل وزارت دفاع ملی و 112623 کیلوگرم وزن منتقل شده است. دستاوردهای قوای هوایی: اجرای تمدید ریسورس تکنیکی و تقویمی بر روی 6 بال هلیکوپتر نوع می-17، احیای مجدد 1 بال هلیکوپتر نوع بلک هاک، فعالسازی دوباره پوهنتون هوایی و مدافعه هوایی بعد از وقفه طولانی، تکمیل دروس نظری 24 نفر مجاهدین به مسلک پیلوتی و معرفی آنان به دروس عملی پروازی،
انتقال 77 شهید و 567 تن زخمی در هنگام وقوع حوادث طبیعی به مراکز صحی و ساحات امن. ارتقای ظرفیت مسلکی تعداد 10 نفر عمله پروازی طیارات N-26 و هلیکوپتر می-35. اجرای معاینات ضروری و رگلامنتی سالانه بالای طیارات و هلیکوپترهای قوای هوایی صورت میگیرد و فراغت تعداد 259 نفر منصبدار، 370 نفر مجاهد، 259 نفر بریتمل و 11 نفر عسکر از کورس‌های مختلف مسلک هوایی طی سال 1445 هجری قمری دستاوردهای عمده قوای هوایی به شمار می رود. بخش تعلیم و تربیه منسوبین اردوی اسلامی ملی. تعلیم و تربیه منسوبین اردوی اسلامی ملی یکی از عوامل اساسی که تأثیر مستقیم بر انکشاف و توانایی‌های این نیروها در حفظ استقلال، تمامیت ارضی، حراست از نوامیس و ارزش‌های ملی و اسلامی کشور دارد. وزارت دفاع ملی تلاش نموده است تا منسوبین اردوی اسلامی ملی تعلیمات لازم را در مؤسسات تعلیمی و تحصیلی دریافت نموده و سپس به وظایف خود بازگردند. از این رو وزارت دفاع ملی با اتخاذ تدابیر لازم و مؤثر در خصوص آموزش و مسلکی سازی منسوبین اردوی اسلامی ملی تا 1 سال گذشته ضمن ایجاد فرصت‌های تحصیلی دستاوردهای چشمگیری را نیز در بخش تعلیم و تربیه داشته است که از جمله معرفی و اعزام 9 تن مجاهدین به بورسیه‌های مختلف به جمهوری خلق چین، معرفی 173 نفر در بخش‌های مختلف صحی و فراغت 402 تن از این بخش، معرفی 10 نفر کاندید جهت اشتراک در 10مین دوره مسابقات بین المللی حفظ قرآن کریم به کشور شاهی عربستان سعودی، معرفی 9 تن فارغ التحصیلان بخش طب نظامی به کشور فدراتیو روسیه به دوره استاژ، معرفی 500 نفر از فارغان صنوف 12 به صنف اول اکادمی ملی نظامی حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه، جذب 120 تن فارغان صنوف 12 به پوهنتون هوایی و مدافع هوایی، جذب 390 تن مجاهدین و طلاب حربی شوانزه سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه و فارغان صنوف 12 به اکادمی ملی نظامی حضرت نعمان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه، فراغت 5414 تن از مؤسسات و مکاتب مسلکی قماندانیت‌های پوهنتون دفاع ملی حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه و تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، فراغت 12781 تن از منسوبین قطاعات و جزوتامها از کورس تعلیمات تحتوی معسکرات مراکز تعلیمی مرکزی و قولی اردوهای ساحوی، فراغت 4182 تن از منسوبین اردوی اسلامی ملی از کورس‌های مختلف مسلکی مراکز تعلیمی قولی اردوهای ساحوی، فراغت 73 تن محصلین از رشته‌های مختلف طب نظامی، تحت تعلیم قرار داشتن 4002 تن محصلین و طلاب در قماندانیت‌های پوهنتون دفاع ملی حضرت ابو عبیده ابن جراح و تعلیمات مشترک محاربوی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما، تدویر 24 برنامه آموزشی برای 360 تن نفر از کارکنان خدمات ملکی، تدریس و پیشبرد دروس سواد آموزی برای 10,000 بریتملان کم سواد و سربازان بی سواد روزانه برای 2 ساعت در تمام قطاعات و جزوتامهای اردوی اسلامی ملی، توزیع 31,000 جلد کتاب درسی سواد آموزی به زبانهای پشتو و دری در مطبعه ریاست مخابره و تکنولوژی معلوماتی وزارت دفاع ملی چاپ و در اختیار قرار دادن آن به بریدملان کم سواد و سربازان بی سواد، فراغت 3099 نفر پرسنل از کورس‌های مختلف مسلکی توپچی و تحت تعلیم قرار گرفتن 1784 تن دیگر در این کورس‌ها، فراغت 256 نفر از کورس‌های مختلف انجینری
و تحت تعلیم قرار گرفتن 1529 تن دیگر در این کورس ها. تدویر سمینارهای مسلکی برای ارتقای ظرفیت پرسنل مسلک‌های مختلف قطاعات و جزوتامه‌ها. تدویر سمینارهای آموزشی در قطاعات و جزوتامه‌ها به منظور تشریح و توضیح پالیسی مبارزه علیه مواد مخدر و راهنمود استراتژیک جلوگیری از استعمال مواد مخدر در اردوی اسلامی ملی و سایر فعالیت‌های انجام شده در بخش تعلیم و تربیه اردوی اسلامی طی سال 1445 محسوب می‌گردد. در بخش صحیه، قماندانیت صحیه دارای شفاخانه‌های معیاری و تخصصی، کلینیک‌ها و مراکز صحی مرکزی و ساحوی شامل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان، شفاخانه نسایی ولادی و اطفال سهیلا صدیق، شفاخانه زمیموی نمبر 2، پلیکلینیک مرکزی، 5 شفاخانه 100 بستری ساحوی، 2 تروما سنتر 50 بستری، 51 کلینیک و 240 مرکز صحی در قطاعات و جزوتامه‌های وزارت دفاع ملی با داشتن پرسنل مسلکی، امکانات مدرن و وسایل فعال می باشد. این مراکز خدمات صحی معیاری و رایگان را به منصوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی امارت اسلامی افغانستان ارائه می دهند. دستاوردهای صحیه: در طول سال 1445 هجری قمری تعداد 1,093,213 تن بیمار به شفاخانه‌ها و مراکز صحی مراجعه نمودند که از این تعداد به صورت 1,081,033 تن به صورت سراپا تداوی شده است و 12,180 تن دیگر بستری گردیدند. همچنین 7,066 تن مریضان در پلان جراحی قرار گرفتند. در راستای ارائه سهولت و رسیدگی به موقع به بیماران، سرویس کاردیولوژی شفاخانه شهید سردار محمد داود خان، سرویس نفرولوژی شفاخانه ساحوی کندهار و شفاخانه های ساحوی مستشفای عمر در مزار شریف جدیداً افتتاح و به فعالیت آغاز نمودند. مراکز ساین در کندز و بدخشان توسط دکتران مجرب قماندانی صحیه در بخش‌های ملکی و نظامی ایجاد شدند و طی سال 1445 هجری قمری تعداد 7,066 عملیات جراحی در مراکز صحی و شفاخانه‌های وزارت دفاع ملی انجام شده است. در بخش ترمیم و نصب ماشین آلات طبی، ترمیم و تحویل دهی تعداد 293 پای ماشین آلات طبی در شفاخانه شهید سردار محمد داود خان و پلیکلینیک مرکزی ترمیم و به واردهای مربوطه تحویل داده شده است. ترمیم 58 پای ماشین آلات طبی در شفاخانه های ساحوی و کلینیک ها، نصب و به بهره برداری 70 پای دستگاه های مختلف صحی در مراکز اردوی اسلامی، همچنین به تعداد 23 پای دستگاه های مختلف صحی جدیداً در مراکز صحی اردوی اسلامی ملی نصب و مورد بهره برداری قرار گرفتند. در بخش طبی وقایوی، خریداری و اکمال 800 قلم ادویه، رژنت لابراتواری، عینیات و ملزمه طبی از شرکت‌های تولیدی داخلی و خارجی به منظور تأمین نیازهای طبی شفاخانه‌ها و کلینیک‌های وزارت دفاع ملی، اجرای کمپاین 3 روزه تطبیق واکسیناسیون برای پرسنل قرارگاه‌های قماندانیت صحیه، قماندانی اکادمی علوم طبی، قماندانی حمایه لوجستیکی، قماندانیت صحیه و شفاخانه‌های زمیموی نمبر 2 و تطبیق واکسین‌های اینفلوئنزا و تیتانوس دیفتری برای پرسنل. اکمال 700 دوز واکسین کرونا از ریاست معافیت کتلوی وزارت صحت عامه به منظور واکسیناسیون منسوبین و کاهش خطر ابتلا به ویروس کرونا. چاپ، اکمال و توزیع 13 نوع پوستر مختلف در زمینه طب وقایوی برای افزایش آگاهی پرسنل قطاعات و جزوتامه‌های اردوی اسلامی ملی. نصب و منتاج 1 پای ماشین اینسینراتور در شفاخانه شهید سردار محمد داود خان به همکاری انجینران بخش بایومدیکال وزارت صحت عامه به منظور دفع مسئول کثافات بیولوژیکی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست.
افتتاح یک باب مرکز تخصصی به نام د العمر بیارغونی مرکز برای ساخت اعضای مصنوعی جهت کمک به معلولین. در بخش کمک به معلولین، یک، افتتاح یک باب مرکز تخصصی به نام د العمر بیارغونی مرکز برای ساخت اعضای مصنوعی جهت کمک به معلولین. دو، انتقال 66 تن از معلولینی که از ناحیه هر دو پا فلج بودند جهت اخذ لوازم طبی و ویلچر ساده به کمیته بین المللی صلیب سرخ و همچنان معرفی 56 تن دیگر از معلولین به منظور ساخت اعضای مصنوعی و دریافت لوازم طبی و ویلچر ساده به کمیته بین المللی صلیب سرخ. 3. معرفی 44 تن از معلولین به کمیته های صلیب سرخ در ولایات مربوطه. 4. توزیع ویلچر برقی برای 17 تن از معلولین و برای 10 تن ویلچر ساده. معرفی 116 تن از معلولین جهت دریافت اعضای مصنوعی به مؤسسه خصوصی ارتقا. 6. خریداری و تکمیل پروسه 228 قلم اجناس مختلف ماشینری و ابزار کاری مورد نیاز مرکز ساخت اعضای مصنوعی از کشور ترکیه. 7. اکمال 2 پایه داش برقی کلان، 2 پایه ماشین سکشن و 91 قلم ابزار کار و لوازم طبی مرتبط با ساخت اعضای مصنوعی. 8. اکمال 30 اراده ویلچر برقی دیگر برای معلولین. 9. و همچنان ساخت اعضای مصنوعی برای 12 تن از معلولین در مرکز د العمر و کار ساخت اعضای مصنوعی برای 11 تن نیز در جریان است. در بخش توپچی، ترمیم و پاککاری و رنگمالی 569 ضرب توپ و انواع مختلف دستگاه‌های توپچی به منظور نگهداری و حفاظت از این تجهیزات. برخی از پلان‌هایی که برای سال 1446 وزارت دفاع ملی در نظر دارد که او را عملی بکند، اینک حضور شما ارائه میکنم. 1. اکمال اسلحه و تکنیک محاربوی و سایر تجهیزات نظامی. 2. اجرای عملیات حفظ ثبات در 7 زون کشور طبق پلان‌های تکتیکی قماندانیت‌های ساحوی و مرکزی به شمول بنادر شهرها و شهرهای بزرگ. 3. انکشاف ظرفیت‌های اردوی اسلامی ملی در سطوح مختلفه. 4. پلانگذاری و اجرای فعالیت‌های اپراسیونی در نقاط آسیب پذیر کشور. 5. ارتقای قابلیت‌های استخباراتی اردوی اسلامی ملی و تأمین هماهنگی با ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور. 6. احضار و مرور پالیسی‌ها، راهنمودها و طرز العمل‌ها. 7. مرور تشکیلاتی و ساختار اردوی اسلامی ملی افغانستان جهت ایجاد قابلیت‌ها مطابق به نیازمندی‌های دفاعی و امنیتی. 8. انکشاف و اعمار تأسیسات، دیپوهای جدید و ذخایر مطابق به نیازمندی‌ها. 9. بلند بردن سطح احضارات محاربوی، تطبیق سایکل‌ها، تعلیم و تربیه، فعالیت‌های اپراسیونی و رخصتی. 10. مواظبت از ورثه شهدا و معلولین اردوی اسلامی ملی و اجرای به موقع حقوق و امتیازات آنها. 11. اجرا و پیشبرد امور معیشتی، مالی، لوجستیکی، صحی و حفظ و مراقبت در عرصه‌های مختلف با در نظر داشت بودجه منظور شده.